صدقه کنید صدقه. ببخشید شما ماهینه نیسته؟ یا اینکه با من خانه میخری یا اینکه جوابم رو ده. پسرم از آنها جدا نمیشوی. وای زن فور روز نزدم خشاک. تو مرا به این روز آوردی. جوابی من رو ده. این خدر نان و نمکی که من به تو دادم کورت کنم. تو در همین خانه زندگی بکنی. این پول رو گیرید و فیزند را از خانه پیش کنی. خودی حاضر خانه را خالی کن. همین است منوی زندگی. این آدم علکه وفات کرده است. منو چهر دیگر شوهری من نیست. وای در قشلاق زن دارد تو را در سرش میزنند مینرمند. سرده مرا سرده میگویم. من هیچ چیز کار نکردم. من گناه ندارم. بس کن اکنون عبدی اما خلال نرسون. همش از روی قانون شده ایستاده است. فهمیدی؟ مشکلی نبرارید. یکم گفتنی داشته باشه در محکمه میگوید. محکمه می؟ چخیر محکمه؟ او یکم کار کن حسنو یکم کار کن. تو چی کار کرده ایستاده ای؟ سرده مرا من هزل خانومم. من قره جانیم. با من درست رفتار کن. حالا شما هیچ کس نیستید. گمان بر شده تو خلاص. بریدش. اوچا تاغو. این کار هم از دست تو برآمد. همین خنه یوسف این کاری تو هست. اگر همین خیل باشد یوسف با سرت چنان بلای آوردی که از خودت پشیمان میشوی. اوچا چی شد خلیل؟ اوچت رو در این حال دیده خرسند شدی؟ این خیل باشد لعنت بر تو. همش را برای خوبی تو کردم. بین مرا برای تو را از دست ندادنم به چه حال افتادم. چاهکن زیر چاه است اوچا. اگر با من در حقیقت مادریت رو میکردید به این حال نمی افتیدید. تمام بس است اکنون. بریدش. رفتیم. چیکار میکنیم تاغو؟ همین خیلی دست و پایمون بسته میشینیم. خلیل رو سر میدهند یوسف؟ انشالله اپا انتظار شده میبینیم.
چی نگاه میکنید ابله‌ها؟ ها چی نگاه میکنید؟ چی نگاه میکنید ابله‌ها میگویم؟ یوسف التماس پسرم با آنها برابر نشو. یوسف با جای غوغا برداشتن به پیش مادرت رو عبدی. شاید یگان احتیاج یگان مشکلی داشته باشد. سید بابا شما مادرم را به دیه میبرید. من هم تاریک نشده برمیگردم. یوسف التماس تو هم نمان پسرم. آیشه خاله درست میگوید یوسف. من چه حالی داشته باشد بیند. خواطر نشو الیف، من با آنها کار ندارم. یوسف یک دم است. بیایید اینجا شینیم آیشه خاله. اول گپی مرا گوش کن. لبای سید بابا. یک ذات هنگامی رفتن ناگهان راهش را دیگر کرده است. این حالت دقت اطرافیان را جلب کرده است. جناب گفتند راهتان را دیگر کردید، حتی دراز کردید. در روی راه سگ ایستاده بود، سببش را فهمیدی؟ سگ میآید گفته راهش را دیگر کرده است. بله، اما جواب دادگیش بسیار پرمضمون است. چه گفته است؟ گفته است که سگ دندانی تیز دارد. من باشم از روی عقل راهم را دیگر کردم. با این گونه راهزنها میدان را خالی گذاریم گفتن میخواهید؟ هرگز. لیکن تو را به جنگ عقل دعوت می نمایم. تو باشی به جنگ نفسی هوس میکنی. چیکار کنم سید بابا؟ غضبم میآید. بودن غضب نیز بی سبب و بی حکمت نیست. با خودی جاهل غضب نکرده، با خودی جهل غضب کردن درست‌تر نیست مگر؟ راست میگوید اما که گفتی قبول تو نوگی زبانی است. خیر مالش گفتیم. صبر کنی از غوره حلوا میپخته است. من صبر میکنم. شما را زیخ کردم سید بابا، مرا ببخشید. با اجازت شما من روم. پناهتان به خدا. البته رو پسرم. پناه تو هم به خدا. فرده مرا من قرجانیم، به من درست رفتار کن. تمام بس است. خلیل را بیارید. دستانش رو کشوید. بیگناه بودنت معلوم شد خلیل. آزاد هستی. با شما گفته بودم قماندان. خزل قرجان نیز من نکردم میگوید خلیل. وظیفه من تفتیش کردن است. با گمان بر شده باور کردن نه. کی جنایت صادر کرده اش رو قبول کردن میخواد؟ خیر حقیقت چخیر معلوم شد. جبر دیده بیاناتش را دیگر کرد. مجبور کنندن خزل قرجان معلوم شد. این طور باشد او را کی پرانده است؟ جبر دیده با خاطر ندارم میگوید. این مسئله حالا معلوم است، لیکن البته معلوم میشود. بخیر است؟ کجا سراسی مگی؟ با زیارت نیهد آمده چی؟ معلوم می شود که تو از من پیشتر زیارت کردی. حالا کارها رو جغلتر نکرده تف شو از اینجا. با جای شما باشم او را زیارت نمی کردم، وگرنه برای شما هیچ خوب نمی شود. گوش کن یوسف، از حد گذراندی، پشیمان می شوی. چه کار میکنی؟ دهانم رو میبندی؟ یک آزموده بین. این کار اونقدر مشکلات ندارد. جنابان روی در بیرون گپ زنید. مایلاش اسکر، مایلاش. بیرون برای یوسف با تو یک دو گپی شیرین دارم. از این گپای شیرینی تو گریختنی نیستم جناب حسنو. معلم دیگر به این کار بینیت را نمیخلانی. از که باز با من چی کار کردنم را شما میگفتگی شدید؟ از همان روزی که به کارهای ما بینیت را میخلی. آدم بر این رفتار کنید کسی به کاری کسی کاردار نمیشود. اگر ظلم کردن رو دوام دهید اول مرا روبرویتان میبینید.
گوش کن. سالهای زیاد مکتب خوانده‌ای. بچه‌ای با عقل هستی. ارکهی مادرت نیز حیف میشوی آخر. شنیدی؟ دل مادرت با دادرت میسوزد آخر. با بالای این غم نام دادرم را به دهانتان نگیرید. دستت را گیر. با رفتارتان دقت کنید وگرنه با سلاله‌تان به نزد هزل خانم میروید. خرسان شدم سرده. از عرضت بسیار خرسان می نمایی که. چرا خرسان نمیشدم عبدی؟ برآمدم آزادم. اما مادرمون محکم. سببگار من نیستم عبدی. البته آزاد می شوند. زینهار فکر نکن که این شادی تو دیر دوام می کند. از من چی میخواید عبدی؟ هممون اصلی یک چیز رو می خواهیم. چی بوده است؟ از کدام اویله بودنت را به خاطر آوردن. اوچه‌ام را در اینجا تنها گذاشته کجا می روی؟ حواسی با او پسر شدن را تو داری عبدی. من ندارم. اوچه عبدی خود را به دست گیر. راست ایستا کنی. راست ایستا. پروا نکن اوچه. شما را از اینجا میبرورم. خلیل در کجاست؟ حالا همو را میپرسید. عبدی به سوالم جواب ده. رفت. بده رفت. خاموش شوید. من رو در اینجا پرتافته رفت گوی؟ به نزدی وی مار رفته؟ حالا رفته؟ غزل قرا جون نزد قماندو می رویم. خطاگی هایشون را فهمیدن در آخر. حالا سر می دهند. عبدی انتظار شو مرو. بعدی ها یک جای برمی گردیم. گذار دختری زیبای من، تو را که ها باز خوشحال ندیده بودم. انشالله خداوند بعد از این تو را همیشه شاد کند مریم. خلیل را آزاد کنن دیگر چیزی نمیخواهم سید بابا. خلیل مرا از عمر جدا نمی کند. نزد پسرم میبرد مرا. انشالله مریم اپا. انشالله. خوش آمدی یوسف. خوش آمدی بچم. خواطر شده ایستاده بودم. خوش باشید. از خلیل یگان خبری هست یوسف؟ رها میکرده باشن؟ خلیل رو یگان مشکلی نبروید. دیری نگذاشته سر میدهند. سر میدهند و چی شد یوسف؟ بار دیگر غم خوردنت رو نمیخواهم اپا. قراجانی ها همون قراجانی ها، خانه همون خانه. امروز در مروفیا نشنیدی یوسف؟ خلیل مرا دیگر ذکر نمی کند. با آنها نیز اجازت نمیدهد. تو هیچ خواطر نشد. باور کن نمیدهد. شما باز هم احتیاط شوید اپا. بچم بیا اینجا نکن. بیا اینجا شین یوسف. دختری زیبایم. شما پروا نکنید دادا. و یوسف سگ رو دیر نگذاشته از ده هم میرونم. ساکینه ساکینه، دو قهوه بیار به ما. خوراک ما رو پخته استادم. حاضر نمیتوانم. این چیگه حاضر نمیتوانم؟ اکنون در این خانه من فرمان میدهم. من چیزی که گویم همان را میکنی.
аз кай боз дар хонаи ман ту фармон медодагӣ шудӣ алӣ? халил ака хуш омадед. нарас. халил хуш омадӣ. халил оғо хуш омадед. хурсанд шудам оғо. ташаккур сокина. як қаҳва биёр нӯшам. ҳозир оғо. эй ман ба ту шӣ нагуфтам алӣ? ҳазалхонумро ба наздикӣ сар медиҳанд халил. медонӣ ҳамин хел не? маро метарсонед ағо? не, дон мегӯям. ман танҳо як чизро медонам. аз ин пас ин хона, ин деҳа, хоҷагӣ, ҳар як қадами мондаатонро аз ман мепурсед. ноилоҷиамро фурсат шумурда мехостагиатонро карданӣ шудед. лекин ин тамом шуд. тамом. аз ин пас ман чизе гуфтам ҳамон. маро фаҳмидед? баёнотатон ғалат аст ҳазал хонум. боз баёноти ҷабрдидаам ҳаст. дигар мешавад. баёнотҳои ӯ низ дигар мешавад. дигар гард назанед ҳазал хонум. ҳамаи гуфтагӯятон бар зидди шумо аст. то рӯзи мурофиат зери назорат мемонед. баредаш. марҳамат гузоред. сардеҳ, ман худам меравам. буча оғогиятро нишон деҳавдӣ. буча парво накун. очам ба осонӣ баромада наметавонанд. дуо кунед ки шумо низ ба наздаш наравед. хезед аз паси кор шавед. сокина, умарро тайёр кун. ба назди марьям меравем. баъд ба ту низ гуфтаниҳое дорам. ҳозир оғо. зуд бош. ана дида юсуф, мушкилиҳо ҳал шуда истоданд. худоро шукр. худое ки дардро офарид, албатта дармонашро ҳам офаридааст. элиф. очаҷон. умар. бачаҷон, умарам. набираи ширинаки ман туро бисёр ту бо ки ёд омадӣ, умар? кардам дӯстроякам. бо апаи сокинат? не, дадам овард. умар очаҷон. ҷонакам. оча бисёр ёд кардам шуморо. сарам, ман ҳам туро ёд кардам. очаҷони ман. шод шудам халил. бачаҷони ман. ташаккур юсуф. хуш омадӣ халил. хуш бошед. барои ту омадам марьям. ман ба вай хона намеравам халил. халил, аз нав сар накунем. бе ин ҳам сар намекунем юсуф. хонаи нав мегирам гуфта будӣ. ваъда додӣ. ки гуфт ки нагирифтам? биед ба хона равем оча. اینها از شرکت جنابان.
حزل خانم رو محکم کرده گفته چایها از شرکت شدن جما. نه از کجا برآورده داوود امک؟ چخیر شده است این داوود؟ نیت را پرانده است. حزل خانم این خیل پشپو نمیخورد. چخیر شد که این خیل به دست افتاد؟ با شرافت یوسف اکم. وای وای حلال بود بر یوسف. حزل خانم در اونجا بسیار نمیموند. بعد از برآمدنش عذاب و شکنجه‌اش رو زیادتر میکند. یوسف باز بر سرمان بالا آورد. کنی بینیم این دفعه ما رو پشت پناهی کرده میتواند. شما اینقدر ترسانچک نشوید. یوسف اکم برای شما از این بیشترش را هم میکند. لیکن انا بینید حتی احتمالیت نیست شما رو میلرزاند. زور یوسف نمیرسد. خواهدم از دستش هیچ چیز نمیآید. اینجا خانه ما است مریم. ساکنه هم از این پس در اینجا زندگی میکند. با تو در همه کارهایت یاری میرساند. کنی درآیید به خانه. در گپت ایستادی خلیل. انشاءالله این دائمی میشود. از این پس به یگان تاری موی مریم ضرر نمیرسد یوسف. با تو باور کردن میخواهم خلیل. اپام زنی نکاهیت است. از او تو مسئولی. دادا جانی من. اوپا چه بچه من. با کجا رفتن همه اینها یک باره؟ چراغ‌ها هم نیست کشتگی. خدایا توبه. شکریه در کجای شکریه؟ امینه خدایا توبه کجا گم شدن اینها؟ شکریه بلا زند شما را. شکریه چی کار میکنی؟ چخیل با پا خستی؟ بسیار گپ نزن علی چنگیز. دف شو رو از این خانه. امینه کجاست؟ باو چی کردی؟ امینه خوب هستی؟ این ابله به تو ضرر نرسون؟ یکی پروا نکن. زنک احمق شکریه با راست کرده ایستاده ای. زده کشم تو را از خانه زده پیش میکنم. میکشمت تو را. میکشمت جوانش شده ای. امینه دست نرسون با شکری اپام علی جنگیز. شما چیکار کرده ایستادید؟ تو را سور کرده ایستاده ایم علی چنگیز. رو به خودت یکون جای دیگر یا دیگر در این خانه زندگی نمیکنی. از خود نروید. باز هر دویتان را زیر لغت نگیرم. با من دیگر فرقی ندارد علی جنگیز. یا در حال از اینجا رو یا اینکه شام بخیر جما. شبتان بخیر. ساکینه؟ مانده های کار جما. وای ابله با تو یگون کار کرد چی؟ تو هیچ زیخ نشه ساکینه. من تو رو در حال میبرم از اینجا. پولای جمع شده تا یک دو روز میرسم با ما. بعد من یگون ایلاجش رو میابم. ماما تو تشکر گفتنی اومدم جما. سلامت باش. ما رو حمایه کردی. باز حمایه میکنم ساکینه. من تو هرچی خواهی میکنم. لازم نیست جما. خلاقو ما رو به خونه نواشو میبرد. اکنون با مریم اپا و عمر یک جای زندگی میکنم. خلاص شدم یعنی. دور نیست
همین خیلی نیست ساکینه؟ دور نیست جمو. جمو دادا؟ شما بخیر. دادا شما به خونه نرفته بودید؟ کنی قهوه خونه رو کشا راه کرد. قهوه خونه رو کشایم؟ قهوه خونه رو کشا. برا دادا نگوی. قهوه خونه رو کشا. دادا نگوی. کشا. تیزن کشا. دادا نگوی. نمی شود. این را کسی کرده باشد. هر کی سببگار باشد جزایش را می بیند. این را من این خیل نمی گذارم. از روی بدبختی من به شادی کردن شما اصلا اجازت نمی دهم. نمی دهم. اوچه خوب هستید؟ نقل کن. اکام از خونه رفت. به خونه دیگر رفت. مریم رو هم گرفت. گرفته باشد گرفت گوی. گرفت. عمر رو هم گرفت. بعد از 2 روز ما رو به مرافعه میبره. تا اون روز ما رو از اینجا برآوردن لازم. مایلش با ادوکات هم گپ زدم. سرسته نگویبدی. چه خیل ادوکات؟ ما کارهایمان را همین خیل حل میکنیم. نه. یگان کس را یاب که گناه را به گردن بگیرد. اوچه چی گویم؟ به این هم مسنتقویم قلنگ رو او زیر کرده بود که نمی شود. یگان کسی با عقل تر لازم است. من در بیرون بازی کردن میخوام. در خونه بازی کن. در خانه خودم تنها زیغ میشوم. این خیل باشد خواب کن. چرا همه وقت جنگ میکنید؟ شاکرکه چی گپ شد ابله؟ آروم شو. خلیل آقا تو رو جغ میزنن. کشلان نکرده زود بیاد گفت. سحر آمده بود؟ آمده که بیا رفته. مایلش تو را من میآیم. زینب تو درو با پیش در هم نزدیک نشو. را گرد. هی گلوی دیوانا اینجا بیا ابله. اینجا بیا. اینجا بیا. اینجا بیا. دیوانه خدا زده. اینجا بیا. من به تو نگفته بودم که در گرد و اطراف خونه توب نخورم؟ با تو دمدمی زینب نگرد نگفته بودم ها؟ تو چی خیلی آدمی نمیفهمیدگی ابله؟ تو چی خیلی آدمی؟ من تو رو دیگر در این دهه نبینم. فهمیدی ما رو؟ ای ابله فهمیدی ما رو؟ فهمیدی؟ دیوانه. زینب خوش آمدید آقام. حیران شده شاکر. مرا فروختی؟ فکر کردی که حساب اینها را از تو نمیپرسم؟ من نفروختم شما را آقام. والله مجبور شدم. همین خیل. این خیل باشد من هم مجبورم که تو را پیش کنم. دو شو از اینجا. 3 روز داری. قرضهای به من داشتت را از کجای میخواهی یابو بیار. بعد از ده نیز گم شو.
رو بس کنید کار را. همه مرا گوش کنند. از این پس همتان رانده شدید. وقتی که من در درون بودم کمک یگان تحت را ندیدم. خرجانی ها شما را یگان بار تنها نگذاشته بودند، اما شما مرا تنها گذاشتید. حاضر باشد من شما را پیش کرده ایستادم، لیکن فکر نکنید که قرضهای داشته‌تان تازه می شوند. اصلا قرضتان پیشترش بر این ایستاده است. حالا برای پوشانیدن قرض چاره دیگری بیاندیشید. تیز شوید. قرضتان ایستاده است، فراموش نکنید. زینب بیا. بیا بازی کنه. میسوزن. Aka? Duran! Aka چی شد با شما؟ Duran اومد. Duran اومد. هر روز یک چیزی نه. چیکار میکنیم اکنون؟ با کجا میرویم؟ کودکایمون چی؟ این قدر آدم بیکار مون تو کی بود بیکار میگردیم؟ و خیر است؟ چه گپ شد؟ هیچ نپرس یوسف. خلیل آقا هممون را از کار راند. چرا آخر؟ دیگر به یگان تمام باور نمیکنه. دیگران را به کار میگرفته است. یوسف اگر خلیل آقا ما رو به کار نگیرد ما هم هلاک میشیم. التماس با ما یاری ده. مالی رفته با او یک بار صحبت کو، خیش دست کو. هم تو آدم خوندگی است یوسف. گپت رو گوش میکنند. دستگیری هم کن. ما با اکا مصلحت کردیم. از خرجانی ها قرض میگیریم. با وای پول من با آلمان میروم. پول کار میکنم. بعد به خرجانی ها همه قرض هایشان رو داده زینب و کیزبان رو از دستشون میگیریم. من با آلمان رفتم. در فرودگاه مرا دستگیر کردند. آن وقتها زبانشان را نمیدونستم. مرا از روی مانند بودن نامها دستگیر کردند تا معلوم شدنی سود و سودبازی و دیگر کشاکش ها از بین 1 سال گذشت. بعد به حکومت آلمان دعوای خطی کردم. خدا را شکر که برد کردم. با پولش یک کاری شدم. به این حال افتیدن اکم را نمیدونستم. من فکر میکردم که او هم در اینجا کار میکند. یاردم شود گفته همیشه پول روی میکردم. مکتوب مینویستم. چهل پول؟ چهل مکتوب تورون؟ به رئیس علی جنگیز نوشته بودم سید بابا. هر سری ما با او پول روی میکردم. اما و فاضل پول دادنش را ندیدم و نشنیدم.
واه علی جنگیز. با این طرف گذار. این طرف. تیز زود تو هم. تیز. تمام شد. 25 کس. همه‌اش کار رو میتونن. نقص. تو سرداری اینهایی از این پس. در حال کار را سر کنید. خوب شد است آقا. کنی نیستید زودتر. خلاچوبا ایستادن زودتر. خلاچوبا ما را انتظارند. کنی زودتر. سلام علیکم خلیل. و علیکم سلام یوسف. دهاتی ها را از کارشان رانده ای؟ تو با این مسئله چی کار داری یوسف؟ مال است دوست، کار است دوست، قرار هم است دوست. لیکن من هم در این ده زندگی میکنم. درد دهاتی ها درد من هم هست. چیزی رو که با آنها گفته بودم با تو هم گویم این طور باشد. با هیچ کدامشان باور نمیکنم. وای گفتگیت رو هزل خانم کرد خلیل. از او هم حساب پرسیده می شود یوسف. خواطر نشو. بین مادر و فرزند در اومدن نمیخواهم. این کار من نیست. اما احوال همدهگی ها به من تعلق دارد. آنها ضرر بینند، مکتب هم ضرر میبیند. کودک ها از درس میمانند. این خیر باشد رو با آنها کار یاب. کار کنند و پول یابند. دیگر یگان تای آنها اینجا کار نمی کند. آقا حکم تماما دیوانه شده است. خطا میکند. خطا است چی است؟ لیکن کرده ایستاده است. الکای تمامی دهات رو از کار رانده است. به خدا بسیار ترسیده باشی با طرف وای گذر. نه آقا خطا فهمیدید. اکنون چیکار کنیم تاغا؟ مادامی که کلانمون هستید شما گپ زنید. انتظار میشویم عبدی. البته یگان چاره پیدا میشود. انتظار شده در وقت لازمه به حرکت میدرویم. خدا کند و یوسف خلیل را راضی کند وگرنه احوالمان بد میشود. قراجانی را نمیدونی؟ خلیل که یک گفت دو نمیکند. این خیلی باشد چیکار میکنیم؟ انا چای ها. جما اینجا بیا. لوای دادا با اینها چای نده. خدمت نکن. چرا خیر؟ نمیبینی همه اینها بیکار خوجان. پول چایت را دادن نمیتوانند. یک تاگه چای از شما شود چیکار میکنن؟ چی میشود؟ اینها چندین ساله مشتری هایمون. چیزی گفتم همان را کن. سلام نشو. رو دف شب کارت را کن. رو. سلام علیکم. علیکم السلام. شامدید. خوب هستی؟ تو را دیده خرسان شدم. گفته نمیتوانم علی جنگیز. جما لبای دادا راوزود با تورانکت یک قهوه بیار با فاضل هم یک چای. حاضر دادا. چای مینوشی فاضل؟ خیلی توران بیا گذرشین. خوش آمدی. مرحمت. آلمان چه خیلی است؟ پولهایم را برگردان علی جنگیز. کدام پول؟ همان پولهایی را که من با برادرم فرستاده بودم علی جنگیز. دیوانه شده ای تو توران؟ من از تو پولمون نگرفتم. علی جنگیز اینها حجت های تصدیق کننده پشت است. بین در اینجا نامی نوشته شده است. به تو رسا انا همین قدر پول روان کردم. انا دیدی؟ خدایا توبه. یگان خطاگی باشد اصلاح کن وگرنه این قهوه خونت رو با سرت میزنم. فهمیدی مرا؟ چه نگاه میکنید؟ من برای شما میمونم. سعید بابا همه دهاتی ها در یک لحظه بیکار ماندند. یک لقمه نانی داشتند اکنون تماما پریشان شدند. اکنون کودک ها رو نیز به مکتب روان نمی کنند. مردمی دیه
از یک جهت به این هم بیکار به شمار می روند. از دست و پای خود ماندگی برینند. نه عقلشان را استفاده می برند، نه امیدشان مانده است. و کمک دیگران عادت کردند. و ما نیز در این حالت آنها را تنها می گذاریم مگر؟ هرگز یوسف. بلا و مصیبت ها در برابر آمدنشان باز فرصت های مهمی را با خود می بیارند. چه خیل سعید بابا؟ انسان که احتیاجش را حس کند راه های حل را دیدنش آسانتر می شود. ما نیز همین طور باید کنیم. با آنها راه های در پای خود ایستادن را نشان دادن لازم. اما این گفتگی هایتان وقتی بسیار را می گیرد. خودی حاضر یگان چیز کردن نمی توانید. کارهایی هستند که مدت دراز را طلب می کنند و کارهایی هست که درحال کردنشان لازم. چه خیل می کنیم؟ یوسف جان، تو کمی فکر کن. از این درد حتی خوابت هم برد. بعد بین چی می شود. از دست می آمده باشد. درد هر انسان هزار یک دعوا را در خود پنهان می دارد. غمش را کش، غمش را. چاره مسئله در همین درد است. فهمیدم سعید بابا. اللاکه یک ایلوجش به سرم آمد. سلام علیکم. و علیکم سلام. به من خوش آمدی نمیگویی؟ تو کیستی برادر؟ زینب؟ تو زینب هستی مگر؟ ایستوه ادام. تویش با کی؟ وای خدا جون، تورون اکا؟ تورون می؟ ها تورون. تورونم دادری فاضله که همتون دیوانه میگویدش. تو مرا میشناسی؟ دایده کی هستی نمک؟ سرده دخترم تا زینب رو نگیرم از اینجا یک قدم دور نمیروم. دخترم رو نرس تورون، حاضر وقتش نیست. کنی درون درو تو درون درویت گفتم. به من نگر، دختری تو نبودنی او رو هممون میدونیم. یک رویت بیهوده. سفسطه نگوی تورون، این دختری من است. نه گفتم تو رو خریده گرفتی. چی فرق دارد؟ سال هاست که در اینجا خود را دختری من میدوند. بعد از این هم همین میشود. حالا باشد دفشو از اینجا، دفشو. شاکیر تو خطا کرده ایستاده ای. شاکیر نقص فکر کن. زینب رو برگردانی از من هر چی که خواهی میگیری. نقص فکر کن. دهاتی ها در حقیقت ناعلاجند. احوالشون رو یک میدیدید. در اصل انسان های تنبل نیستند، اما راه کارکنی را نمیدانند، سواد ندارند. یگان کسی باشد که با آنها راه نشان دهد. گفتم انا همان وقت به یادم شما آمدید. اگر چنین یگان نقشه داشته باشید میگویم که یگان بینویه، یعنی کمپلکس برین یگان چیز سازیم و کودک ها رو در آنجا جمع کنیم. بینوی کلانه، یگان مکتبی که همه دیگه استفاده برده توانند. هم طلبه های مکتب های گرد و اطراف در آنجا مانند، از سرگردانی رفت و آمد خلاص شوند. هم چندین نمود کورس کشاییم. هم زنها و هم مردها به خود یگان کسب آموزند. کورس های جنگل بانی مثلا، بافتن و دوختن و دیگر کارها. هم بینا رو مثل کاپیراتیو استفاده برده میتوانیم. به این انسان ها در پای خود راست ایستادن رو یاد داده میتوانیم. میگوید که این ساختمان با دهگی ها چقدر زود فایده آورده میتواند. این را هم فکر کردم. در ساختمان آنها کار میکنند. البته از طرف شما مهندس یا استاکلانی باید باشد، اما همچون کارگر مردمی ده همون کار میکنند. به این همین آدم ها خانه های خودشان را خودشان میسازند، میدونند این کارها را. بعد از ساختمان تشکر. گذر بچم. شینه
بعد از ساختمان. تمام قبول. این گفتگویت با منطق است. هم برای سر کردن کار یگان مانعی نمیبینم. خدا از شما راضی خدا از تو هم راضی باشد یوسف. لیکن یک مشکلی خورده است. چه خیلی که من میدونم همه زمین‌های دیهاتون به یک عائله تعلق دارند. بله. قراجانی ها. این طور باشد مسئله زمین رو چه خیلی حل میکنیم؟ نصیب باشد اینش را من حل میکنم. زمین خودتون رو دادن میخواهید؟ بله انشالله. این خیلی نمیشود سعید بابا. شما بغیر از این دیگر چیزی ندارید. از من یگان چیزی ندارم که یوسف. که یگان چیزی دارد که من داشته باشم. گپی راست است. تمام. تو در حال با کار شروع نمو یوسف. از خودی پگو سر میکنیم انشالله. این کار تمام. روی یزنت را میدیدی الیف، دهانش شده شد، سبسر شده ماند. از هر دویمان این خیلی کار رو انتظار نبود. نقص کردید والله. خوب شده است. نقص کردیم. چه خیل که خواهد همون خیل رفتار میکرده است. الیف کارهای تو چه خیل؟ کدام کار خیم امینه؟ پینهان نکن از برای خدا، گویا که چیزی رو نمیدونی. همه دیها در برای تو یوسف گپ میزنن. من یک بیرون برایم کودک ها رو بینم. زمین رو سعید بابا میدهد. ساختمان رو در زمین او میسازه. در دست جناب عزیز یک نقشه تیار هست. الحمدلله. به این هم شمایان جناب عزیز رو نغز میشناسید. به این جاها بسیار فایده اش رسیده است. چندین دهه ها را آباد کرده است. لیکن مردمان آن دهه ها نیز در یک جایگی کار کردند. ما هم کار میکنیم انشالله. اول بنا را میسازیم، بعدا آموزش سر میشود. خیر مسئله معاش چی؟ جناب عزیز با ما پول میدهد برای کار؟ البته میدهد. هر کس مزد خودش را میگیرد. انشالله. بغیر از این بنا که تیار شد یک قسمت آن در آنجا کار کرده میتوانید. خداوند بخیر کرده. بنا از یک طرف مثل کاپراتیو میشود. هر چی از دستمون آید میکنیم. حاصلهای از زمین خود گرفته اتون رو نیست. در آنجا جمع فرصت‌های نو به نو پیدا میشود. یک اتفاقی پیدا میشود. انشالله. بسیار خوب. اوه اکا میدونی تو چیکار کردی؟ دیدای دانسته یوسف رو قهرمان کردی. اگر این آدمان پولیابی رو یاد گیرند میدونی حالمون چی میشود. اوه اکا انشاءالله پگاه با ساختمان شروع میکنیم. آمادگیتون رو دیدن گیرید. از کارمون موندیم گفته زیغ نشوید. خدا بزرگ است. یک دروازه محکم شد و یک دروازه نو کشوده شد. هر چیزی که از دستمون آید میکنیم انشالله. حلالتون بود یوسف اکا. ایش جوره حالا هنوز چیزی نکردیم. نه اکا معلوم از این کار یگان چیز میبراید، یگان چیز میشود. انشالله. غم کار رو که خوردی میشود انشالله. الیف چه خیل هستی؟ احوالی همدیهگان رو دیده خیلی خرسند شدم. از این هم بهتر می شود انشالله الیف. برای همه دیگه بهتر می شود. چی نقشه داری؟ گپ زن کنی. عبدی بسیار خوب عبدی، بسیار خوب. کجایش خوب است آقا؟ کردگی های این معلم انا فرصتی لازمه. چی ها میگوید شما؟ من دادری هزار قراجان باشم درست میگویم عبدی. فرصتی در ده جنجال برداشتن را داریم. حالا بیا همراهی من، چی خیل شدنش را من به تو میگویم. شیر بچه من. انا خوراکم آمد. مرحمت آقا. کنی بچم خیز. دادا
دادا امروز میدونه چی شد؟ چی شد بچم؟ امروز بچه‌ام گریه نکردن. چرا گریه کند بچه بچم؟ آخر فقط گریه میکردن. امروز باشد نکردن. امروز همراه بچه‌ام بسیار بازی کردیم اما من بیبیم را دیدنی بودم. نبردن مرا. این طور باشد حاضر روید شما. به شوخی خلیل. مادرت را دیدن نمیخواهی؟ نه خود که نخواهم خلیل. از کجا میدانم؟ بعضا میشود که فرزند مادرش را دیدن نمیخواهد. بچم کنی تست خور؟ تست خوری پیشی بیبیت میرویم. مالش بچه این کار میشود مگر؟ خیر خودتان فکر کنید. چرا اینقدر چیزی بسیار رو بر رو آمد؟ خلیل بر آمد، حزل خانم را حبس کردند، خلیل همه را از کار راند. بعد خودی همان روز یوسف با نقشه نپنوش به میدان بر آمد. اینقدر چیز اگر از روی نقشه نباشد چونین آسان می شود مگر؟ یعنی تو میگویی که خلیل و یوسف در یک جای نقشه کشیدن؟ یک جای کار میکنند البته. فکر میکنند حزل خانم را چقدر حبس کردن؟ همش کارهای خلیل آقا یوسف هم. خیلی با آنها چی فایده است؟ اما که یک فکر کن، حزل خانم با کاری مکتب زید نمود مگر؟ زید بود. اما در بین یک فایده است. چی خیلی فهمونم با تو؟ پول است، پول. میفهمی؟ گویا خلیل نمیخواهد برین اما یوسف همتان را فریب داده استفاده میبرد. شما را با پول ناچیز کار میفرماند. حاضر بنا ساختن آسان است مگر؟ در دستتان یک دو تنگه میدهد و بینایش را میسازد. بعد شریک میشود با خلیل امی خیل؟ ها انا فهمیدی؟ یوسف جناب عزیز گفته گپ زده ایستاده بود. کیست تو را میشناسی؟ وای عزیز گفتگیش شریک خلیل آقا از شهر، آدمی بسیار بوی. شما میشناسید رو؟ نمیشناسید. نه البته نمیشناسید، اما من میشناسم. وای از شناسای پدرم است. پس چرا آقای خلیل با حزل خانم چین رفتار میکند؟ چون که خلیل دیگر شد، تماما دیگر شد. جادو کردن رو، جادو. مریم رو سر ندید گفته. جادو که تاثیر کرد، خلیل اکرم تماما گرنگ شد. حالا اکنون در دست یک باشیها بازیچه بر این است. او کیمچ خیل کپاراتیو مپاراتیو میگویند کو در دستی کسی چیزی که باشد کشیده میگیرند. همون رو فریب داده دهان کشال میمونند. وگرنه خلیل آقا در یک روز تمام دهاتی ها رو از کار میراند مگر؟ بخصوص وقتی که همه از او قرض دار. یعنی من گفتن میخواهم که یوسف با شما بازی میکند، من باشم رفته حسابات میپرسم. با ما با کدام حق این خیلی گفته ایستاده ای؟ ما چی غلامی تو هستیم؟ ما رو چه خیلی استفاده برده ایستاده ای میگویی؟ لازم شود از گریبانش میگیرم. من برای تو غلام تولد نشدم، گفته داد و فیغان میبردارم. بیبی جان گیره نکنه. عمر جان زیغ نشو. بیبی از خورسندی میگرید این سفر. گیره نکنن، از خورسندی گیره نمیکنن، میخندن. خدا جان هزاران بار شکر. خدای توبه کی باشه در این ساعت؟ بخیر است درسون اکا؟ چرا با ما دروغ گفتی یوسف؟ بله دروغ. چرا دروغ گفتم اکا؟ این کار میشود مگر؟ دروغ گفتی. بله دروغ گفتی. از کجا برآوردید این گپ را؟ دروغ گفتی. خیانتکار. با خلیل یک جا شده حزل خانم رو محکم کردید. بس کن نکنه یوسف، دروغ‌هایت آشکار شد. نه من شما رو فریب ندادم، قسم میخورم فریب ندادم. خدا جان های بود با تو یوسف، باز چی شد؟ ما با تو باور کردیم. برای تو کار کردنی بودیم یوسف، از تو این را انتظار نبودیم. تو با شما رو فریب دادنی بودی، با تو باور نمیکنیم یوسف. این را فهمیده گیر. با خود ما را فریب کنی، با بقول خود معلم شده کار میکنند. حیف بوده، حیف بود.
خدای خداوند و چرا این خیل، چرا اینقدر بدی است؟ ما هم در ده آوزه پند کردیم. گفتیم که خلیل و یوسف در یک جایی کار میکنند. همه اینها بازی است برای استفاده بردن شما. خیلی چه؟ فکری تقوی هم هستیم. اما یک جا تصدیق کردیم. بسیار فایده آور شد. احمق ها از فکری به یوسف یاری دادن برگشتند. ما را تنها گذار عبدی. اپا و دادر یک صحبت کنیم. مایلش هیچ گپ نه. من در نزد دروازه ام. حسنا، احوال خلیل معلوم، دیوانه ای تیار و در مدت کوتاه جزایش را میبیند. عبدی باشد همه این کارها نشان میدهند که قوت آقا شدن را ندارد. من اکنون مانده شدم. میخواهم که کلانی هممون تو شوی. بیا آقایمون شو. این را قبول کن. اپا، من تاج سر میدانم البته. لیکن برای این من از اینجا باید برایم. کماندان ها این سفر کار را بسیار سخت قبیدن. برای برآمدن من باشد دلیل انیق لازم. برای این از تو یک خواهش کرده میتوانم؟ گپ نیست اپا. گپتان تاج سرم. شما تنها گپ زنید. بیاید دادر، نهاری تیار. زودتر بیاید اخیر. حاضر باشم. آمدم باشم. نهاری بوده است؟ ها، نهاری است. خیلی میخورم نباشد. بخیر است مریم. این چی احوال است؟ مریم، تو با من اینقدر وعده دادی، اما تقوی دودرت برای ویرون کردن از دستشون می اومدگی رو کرده ایستادند. اکا، باوری دارید که چونین تحکرسی کلان را هر دیامون گفته میتوانیم؟ البته نمیتوانیم یابوز. این خیلی باشا چرا رفته ایستاده مکا؟ چون که اگر ما این رو نکنیم آنها فکر میکنن که گپشون راست نیست. این خیلی باشد ما دیوانه ایم گفته فکر میکنن. از ناحق گفتن دیوانه گویم بهتر. زیبا شد زیبا. اوه خوش آمدی توران. اوه فاضل شباشش نیکو. اوه فاضله خوشرو شده ای خوشرو. لباسات هم زیباست. ما این رقاب با تو نگفته بودم که دیگر به اینجا نبیا توران. مسئله هایی که با تو پیش گپ زده بودیم همان را حل کنیم گفتم شاکر. حسنا، احوال خلیل معلوم، دیوانه ای تیار و در مدت کوتاه جزایش را میبیند. عبدی باشد همه این کارها نشان میدهند که قوت آقا شدن را ندارد. من اکنون مانده شدم. میخواهم که کلانی هممون تو شوی. بیا آقایمون شو. این را قبول کن. تاج سر میدانم. چی گفته تقو؟ نه چیزی نیست. لیکن هر دیمون نغز برده ایستادیم ها تقو. او چه هم از ما خورسن.
خیر و خیر خرسند نشده چیکار کنند ها؟ فرا پایان ابله فرا چی گپ شد اکا؟ اجازت نمیدهم آیلم را ویران کنید. چی او میگویی تو اکا؟ صبر کن گریز. نبودنم را فرصت دانسته تهمت کرده ایستاده‌ای. یک بار دیگر یگان خطایتان را بینم نمیبخشم. گریز. پشت در را. خدا خود مایلش میمونم. بسیار فکر نکن شاکیر. به این هم با پول دختر رو گرفته ای. حالا باشد با پول برمیگردونیم. انا همین؟ نه این قدر آسان نیست. اما وقتی گرفتن این خیلی فکر نمیکردی. وای کار گذشته را آمیخته نکن. این هم گذشته میرود شاکیر. یک پدر رو با فرزندش میرسونیم. چقدر ثوابی کلام. لیکن از مادرش هم جدا میکنم تو. آن وقتها گذشت. در وضعیت دشوار بودنت رو میدونم. برای این پولها رو به خلیل داده رفتنت جان کنده ایستاده ای. کاری خوبی میکنی شاکیر. باور کن. من به بالا میبرایم. شما دختر رو گرفته برید. دخترم کنی با خاندانمک بازی کنید کمتر. نه دیگر خاندانمک نمیگوید. ما در بیرون گپ زنیم. در اینجا نه تورون. کنی دخترم در بیرون بازی کردن میخواستی تو با خاندانمک رفته بازی کنید. مایلش بیا رفت. کلی بیا کلی بیا اکا من بسیار مانده شدم. مانده میشویم البته یوز. مانده نشوی در جای ایستادگیت میمونی. گیر.
Selamun aleyküm. Aha, aleyküm assalam. دادا یوسف در دستش بلو تشتر رو گرفته گویا دهاتی ها رو فریب داده میتوانسته باشد اما نه از کار کردیم دهاتی ها حتی ناخون نزدن شیر بچه من از این پس گپی تو در دهان میگذرد خلیل باشد عبدی باشد همه‌شان با سخنی از دهان برآورده تو حرکت میکنند راست میگویی دادا با خولم گپ زدی او هم من بر این فکر میکند اما یک کار کردنمون لازم چی بود است دادا زود اجرا میکنم من تیارم گوش کنین خیلی باشد شاکیر این قدر پول رو از کجا یافتی؟ تیار شو کزبان میرویم. و کجا میرویم شاکیر؟ زینب در کجاست؟ همراه چیزی بسیار نگیر وقتمون رو گم نکنیم. شاکیر زینب در کجاست؟ زینب دخترم در کجا شاکیر؟ در پیش پدرش. این چی معنی دارد؟ تو چی ها میگویی؟ چی ها؟ زینب اکنون با پدرش میموند با پدری اصلیش. زینب دخترم کزبان سرده مرا خود رو با دست گیر. کزبان خود رو با دست گیر. چیکار کردی؟ چند سال میموند؟ 2 از هم زیاد 3 سال. عفو عمومی برایت از هم پیشتر میبرد. یکی از وای زیادی هم چی؟ از وای زیاد نمیشود. به این هم برای تو ادوکات های بهترین را میگیرم. بعد در درون هم همه خواهش های اجرا میشود. ما رو فریب نمیکنی ها دادا؟ علی آینده امان از تو وابسته است. حالا تو این کار را با عهده گیر. انا بعد میبینی انا بعد شاهانه زندگی میکنیم. برای این قدر مال و ملک 7-8 سال چی اهمیت دارد؟ چی علی؟ چی؟ 7-8 سال؟ چه ها میگویی دادا؟ 1-2 سال گفتم دید کو. همه این درآمد دیگه بچم. من روزی نیستم دادا روزی نیستم. حالا گپی پدر را رد میکنی؟ حیات هر دویمان را میسوزانی. سر دهید من رو دادا مونید من روم. نمیشود. ببخشید علی برگرد نگردی تو را میکشم. برگرد من خوراکم را در خانه میخورم. من مونده میروم. و تو برگفتم اینها را. توبه این رو بینید. امروز از این جای بدبوی میبرایم. به خانه هم برمیگردم. بسیار نغز قرصک زنید برادران قرصک. عجایب تو مکتب تئاتر رو خوانده تمام کردی چی بابا؟ نقشت رو ناز بازی کرده ای. اما از دستت نمی آید. با این اجازت نمیدیم. دیهاتی ها رو فریب داده نمیتوانی. روی اصلیت معلوم شد یوسف. فهمیدی؟ فهمیدی؟ الیف خانوم هم اینجاست ها؟ مانده های کار یوسف. تشکر الیف. با تو ویابوز کمی خوردنی آوردم. از سحر باز کار میکنی کمی دم گیرید. حاضر وقتی دمگیری نیست الیف. بدتر تشکر. دست درد را نبیند. گیر یابوز دیه الیف. به نزدتان آمدم. به نزد من؟ کی آمده است؟ علی در کجاست حسنو؟ وای علی اپا باز کمی وقت میدادی؟ درباره کدام گپ زده ایستاده حسنو؟ کدام وقت؟
پسرت کجاست؟ کنیم مصلحت هایمان باید می آمد کو. اپا آرام شو. همه تون یک جای شده مرا کشتن میخواه. همه شما با من دشمن شده یه دوست نو ها؟ حضل قراجون کجا درواز کرد؟ آزاد هستی. شخصی که نیت را پراند اومده و گناهش اقرار شد. از همین سبب شما را آزاد میکنیم. اقرار شد؟ محکم کنید رو. خوب شده است قماندون. بچم، شیر بچه ای من. علی من در گپم نیستم. حالا برو آها که از توست. حسنو به قفایت نگاه نکن. نگاه کنی کارت مشکل تر می شود. اپا اکنون با من ده. نه یوز من خودم. الیف التماس تومان، تو که این را میکنی عبدی بسیارتر خرسند میشود. همه بسیارتر خرسند میشوند. آنها را خرسند نکنید. مایلش یوسف تو چی خیلی که گویی؟ همش نخسر میشود انشاءالله الیف. انشاءالله یوسف انشاءالله. یوسف مانده نشوید. برای دهمون اینقدر زحمت کشیدنت مرا بسیار به هیجان می آورد. اما خطا کرده ایستاده. من چیکار کردنم را میدانم حضرت خانم. این را نمیگویم. حالا قانون ویران کرده ایستاده ای. سید بابا پیر شده است. معلوم است که بعضی چیزها را به یاد ندارد. من حالا از ناحیه آمده ایستادم. برای دلپوری به حجت‌های زمین نگاه کردم. ده این را. حالا زمینی مرا کنده ایستاده ای. زود از اینجا دفع شوید. دفع شوید گفتم شما را. Dolu dizgin akan sular durulacak, bekle de gör, bekle de gör. Karşı duran fırtınalar yorulacak, bekle de gör. Karşı duran fırtınalar yorulacak, bekle de gör. Pervane aşıklar, sönmeyen ışıklar karanlığı boğacak. Gidenler gitmedi, umutlar bitmedi, bir gün güneş doğacak.
Pervane aşıklar, sönmeyen ışıklar, karanlığı boğacak. Gidenle gitmedi, umutlar bitmedi, bir gün güneş doğacak.